امروز در این حد برسیم که سری مساجد حمله شود؟ هنوزم آرام نشسته هستیم؟ چی غیرت بر ما میمانه؟ غیرت سری عقیده هست یا نه؟ شما بگویید چه کدام وجدانی تان اجازه برتان میده که من در خانه خود بشینم آرام بشینم؟ مرگ به او راحت، مرگ به او پیسه، به او عزتی که عقیده ما در خطر باشه. لیکن من برم چیزی الله قسم اگر در همچو روز از وظیفه تیر نشدی، از مال و دارایی تیر نشدی، از جان تیر نشدی، باز خود مؤمن مخلص و واقعی نگو. ما برد واضح برد دفاع نمیکنیم. برو بسیار همین دوستا لط خورده، بسیار دوستا توهین شده به خاطر عمل سنت پیغمبر علیه السلام. هر کس خودت چوب گرفته، یک غریزه در حج و اوقاف نرفته، یک غریزه در سارنوالی پرتافته نشده. امروز در این حد برسیم که سری مساجد حمله شود؟ هنوزم آرام نشسته هستیم؟ چی غیرت بر ما میمانه؟ بگویید غیرت سری عقیده هست یا نه؟ شما بگویید چه کدام وجدانی تان اجازه برتان میده که من در خانه خود بشینم آرام بشینم؟ مرگ به او راحت، مرگ به او آرامی، مرگ به او پول و پیسه، به او عزتی که عقیده ما در خطر باشه. لیکن من برم چیزی نرسم. چه به درد میخوره این عقیده؟ در روز قیامت رفتنی است که الله از پیشت سوال میکنه. این زرنگی نیست، این منافقت است. بالله قسم نفاق است که تو دفاع از عقیدت نمیکنی. میگی که با نمی مردم هر چی میشه سری از جا شود. منافقین همین مردم بودن و می خاطر قطعی کفار همینطور تاروبا را بسته کرده بودن که ما سبا اذیت نبینیم، ما سبا تجارت ما بیرواج نشود، شبیه نفاق نگیریم. و علم وقتی در دعوت میشی به یک امر جامع باید حاضر باشی. یک رای بده، یک نظر بده، یک گلاس آب پیش کن به یک برادرت. یک دفعه تاریخ صحابه را مطالعه کنی، زنا شریک میشه، سپر میشه به وجود رسول الله صلی الله علیه وسلم. تو برابر زن غیرت نداری؟ پیروی او مردم نکنی. ما که گلاس جهاد نماها داریم که خود جهادی میگه که یک زنی بگویم بی حیا میخیزه یار رسوا میکنه، چیز گفته نمیتونه، ما خود در اون سر حد نمیرسانیم. این مرگ الله برای ما مقرر کرده، ساعتش به الله قسم اگر تغییر بکنه یک سکندم تو بالا نمیشه. و مومن و عقیده داری یا نه؟ خلی که مرگ به عزت باشه، مرگ به حیثیت باشه، مرگ به غیرت باشه. ورق برات میرسه چی ایله داری؟ چرا حاضر نشدی؟ جواب بگو. چرا این عقیده را اختیار کردی؟ چرا از این عقیده؟ این دین امو رقم رونق نگرفته. این دین توسط او مردم رونق گرفته که زمان محض در دلشان آرزو پیدا میشه که حال خو اسلام یک کمی فتوحات زیاد داره. ما امی قدر سالا زادیم خانه و کاشانه ما کمل باقی مانده، نه نهال شاندیم، نه کار و روزگار در زراعت خود کردیم. بام که یک کمی همین کاروبار زراعت خود بکنیم. ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه. یا آیت ابو ایوب انصاری را دلان چی میگه؟ این در حق ما نازل شد. ما در بین خود گفتیم که این قدر وقت جنگ و جهاد کردیم، آلیف موقع از این رسیده که یک کمی زمینای خود اصلاح کنیم، یک کمی زراعت خود اصلاح کنیم. الله آیت روان میکنه. امو جماعت بود که امروز دین در اینجا رونق گرفته. او صحابه خانه داشتن، کاشانه داشتن، اولاد داشتن، زندگی داشتن، زمین داشتن، تجارت داشتن، ولی همه را قربانی کی کرده بود؟ قربان دین الله. از او خاطر الله اعلان میکنه که رضی الله عنهم. الله از پیش از یا راضی است، الله از پیششان راضی است. به الله قسم اگر در همچو روز از وظیفه تیر نشدی، از مال و دارایی تیر نشدی، از جان تیر نشدی، باز خود مؤمن مخلص و واقعی نگو. ما برد واضح برات میگم. تاریخ منافقین در قرآن مطالعه کو که منافقا چرا بیکاره میکردن. پس میایم در اصل موضوع خود. باز میایی گپا برای خودتان معلوم است. در بتخاک سری مسجد تعرض شده، مردم تعرض کرده
کاش که سری در امثال این دعا تعرض میکرد، کاش که در یک مرکز به عیسویت دعوت میشه تعرض میکرد، کاش که به یک رقاصخانه تعرض میشد، کاش که به یک صرافخانه تعرض میشد، کاش که به یک بی غیرت خانه تعرض میشد. سری مسجد الله تعرض میشه. و من اظلم ممن منع مساجد الله یذکر فیها اسمه و سعی فی خرابها. الله میره میگه کیست خیر ظالم؟ از این که دیگه هم ظالم پیدا میشه. کسی که منع میکنه مساجد الله را، از چی منع میکنه؟ ایذکر فیها اسمه، که نام الله در اونجا بالا شود، توحید الله در اونجا بیان شود. الحمدلله مساجد ما و شما توحید بیان میشه یا رقص میشه؟ در پشت اینمی لاسپیکر هاهوی جور میشه، به نام نعتخانی، شیرخانی و بیتخانی شروع میشه، یا در مساجد سلفی ها غیر از ترجمه قرآن درس حدیث دیگه درس نمیبینی. در مقابل از اون مردم میخیزن. لیکن تو دکانداری تا ادامه بده، رفع الیدین بکو، خدا موحد میگیری، خدا در منهج سلف میگیری. چه قسم در منهج سلف هستی؟ از سلف یک دفعه تاریخش مطالعه بکن. و همینطور گذاشته بودن دینه، حمایه نمیکرد، نرسانده بود در جای دیگه. ما که هلاک میشیم از دست ظالما. بله، یک نکته را اینجا یادآور میشم و مهم نکته است. قبلا هم در تقاریر خود گفتیم، بازم میگم، ما از او جوان، از او شخص اعلان براعت و بیزاری میکنیم که خلاف فتوای علمای حق پرست از خود فتواهای ناحق میده و فتنه ها را بالا کرده رویسته. میره در سر قبرستان مردم استاد میشه و کلش مشرکین است. میره کتابا را نعوذ بالله گند میگه، میره اماما را توهین میکنه و از جمع ما نیست و در منهج سلف نیست. همیشه بر ما بلا و مصیبت همچون مردمای جاهل بر ما پیدا کرده. خودش یک گروه منفعتش به دین نرسیده، لیکن برای ما مصیبت و تکلیف جور کرده. ملا صاحب در مسجد ما که آمدی دهنت باز میشه، باز هرچی خانی میکنی. خودت به الله قسم، خودت که در خانهت نماز میخونی پرت که کس نبینه رفع الیدین پرت میکنی. بی غیرت اینجا آمده یالی ده نواز کرده، گاهی او عالم بد بگو، او رام بد بگو. اینجا موقع پیدا کردی مسجد ما را خراب میکنی، از حدود الله تجاوز میکنی. تو در کدام منهج سلف هستی؟ پدری خود مرتد میگه، مادری خود کافر میگه، دیگه مشترک میگه. چقدر علم داری؟ چقدر معلومات در دین داری؟ چقدر؟ تنها غیرت سببی از این نمیشه که آدم مفتی جور شود. تنها شجاعت سببی از این نمیشه که من خیلی شجاعت دارم فتوا داده میتونم. فتوا بری خود علم میخواه، حکم کردن سری مردم بری خود علم میخواه. با یک کلمه تو در جهنم میری، با یک کلمه.